سلام، قرار برم آیپدم گوشی. حالا خوب شد میتونم تو آینه باهاتون حرف بزنم، همزمان آرایشم کنم چون که بعد کم کم آماده شم، خونم جمع کنم برم فرودگاه دنبالشون و این داستانا. خیلی می‌خواستم ازتون تعریف کنم. چند وقت پیش پول یوتیوب بچه‌ها اومد، بعد پاشا با پول یوتیوبش اسکوتر خرید. این اسکوتر سفیده هست، این اسکوتر رو خرید. شاهینم گفت من اسکوتر میخوام. گفتیم خب چجوری چیکار کنیم تو اسکوتر میخواد؟ گفتش که برای منم مثل پاشا سفارش بدی ولی من دخترونه میخوام. دخترانش بود 7000 تا. انشالله پولش میرسید. آقا برای شاهین دخترانه گرفتیم، یه روز کار کرد دیگه کار نکرد. یعنی افتضاح بود. پسش دادیم، 20 روز طول کشید تا پولش پس بده. آقا پولش که برگشت بهش گفتم دوباره میخوای یه اسکوتر دیگه برات بگیرم، حالا یه مارک دیگه فلان. گفت نه من اصلا از اسکوتر زده شدم، من چی میخوام؟ نقشه کشته برام آیپد میخوام. آیپد 10 نمیدونم با قلم و کیبورد و اینا. گفتم شاید پول یوتیوب تو که اونقدر نیست که باش اینو بخری. مثلا پول یوتیوب تو 1/3 اینم نمیشه. بعد واسه پول یوتیوب تو جمع کنی یا پول تو جیبیاتو جمع کنی. گفت نه من کادو تولدم، حالا تولدش که آذر، الان کی؟ مهر، اول مهر. گفتم بابا تولدت که 3 ماه دیگه است. گفتش که پس من این پول رو چیکار کنم؟ خیلی ناراحت بود و اینا. پول اینقدر زیاد نیست که باش مثلا آیپد بخره، اونقدر کم هم نیست که همینجوری خرجش کنه. همینطوری بود. گفتم میخوای به فرشاد بگیم حالا که دبی هم لوازم برقی اینقدر ارزونه، از اونجا برات بخریم. از حالا یعنی تو کادو تولدتو بگیری، پول یوتیوب تو بذار، فرشاد جانم بهت کمک کنه و حالا هم که دبی اونجا ارزون‌تره بخره بیار. بعد دیگه به فرشاد گفتم، فرشاد گفت باشه. دیروز فرشاد زنگ زد رفته بود واسش آیپد خریده بود با قلم، ولی کیبوردش براش نخرید. گفت باید پولاتو جمع کنی خودت کیبورد بخری. کیبورد 4000 تاست، تقریبا 8 میلیون تومان میشه. خلاص آقا این وسط اون داشت اوکی میکرد که من کادو تولد نمیخوام، همون آیپد رو بخر بیا. پاشا رفته بود توی ماشین حساب میکرد که آقا اسکوتر من چقدر شده، تولد من بریم چقدر دادی، ولاگ تولدش از $100. $100 الان چنده، اسکوتر چنده. این وسط فهمیدیم که $100 پاشا هزینه تولدش کمتر شده، پس فرشا $100 به پاشا بده. یک مصیبتی داشتیم، یک داستان. یعنی واقعا 2 تا بچه پشت هم، اونم 2 تا جنس مختلف، یک کلی با هم، نه خدایی نکرده یه وقت کادو یکی اون یکی بهتر نشه دیگه. حالا امروز قراره که فرشاد با آیپد شالین و اون قلمشه که براش خریده بیاد برای شما آنباکس کنین، ببینیم مثلا این چه جوریه. شالین از قبل رفته آنباکسای تو یوتیوب و یالم نگاه کرده که چجوری آنباکسش کنه. بعدش رفته قاب میخواد سفارش بده، کیبورد میخواد بگیره، کلی برنامه‌ای که میخواد بریزه توش از حالا مشخص کرده چیه فلان اینا، کلی حالا ذوق داره. خلاصه امروز میریم فرودگاه، فرشادو میاریم، بعد اون کادو رو برای شما باز میکنیم. حالا این وسط تولد منم بوده، بعد من گفتم شاید فرشاد جان بخواد منم مثلا برای من روسی گرفته باشه، ولی خیلی بعید میدونم شخصا اخلاقا نه. حتی دبی بودیم گفت کادو چی میخوای، گفتم هیچی عشقم، دیگه هیچی نگفت. هیچی نمیگه یعنی هیچی نمیگه، یعنی 1 در میلیون اگه دیدین که کادو گرفته بدون که من یه کوچولو فکرشو میکنم، ولی اصلا بی خود دارم خودمو زیر میکنم چون میشناسمش، امکان نداره. ولی خب گوشه ذهن اون طمعای همچین امیدواری دارم. خلاصه اینکه امروز با من باشید، بریم بچه‌ها رو بگیریم بریم فرودگاه و بریم فرشاد جان رو بیاریم کادوها رو باز کنیم و کاش چی شد. گرفتم خوابیدم، الان ساعت 1:04 خواب موندم. بعد هم برم محاورات بسته آنلاین شاپ رو بیارم، هم بعد برم بچه‌ها رو بردارم، بعدم بعد برم فرودگاه. حالا 4:30 بعد فرودگاه باشم. بعد غذا بگو چی شد. مایچه گذاشته بودم خدا رو شکر نسوخته، هیچ مشکلی نیست، خیلی هم عالی. ولی برنجه آبش کشیده بشه بعد وایسم بالا سرش، بعد دم کنی بذارم برم و هیچ کار دیگه هم ندارم. یعنی الکی دیرم شد، نمیدونم چه گرفتم خوابیدم، چه وقت خواب بود. الله الرحمن الرحیم. راه چه اینجوری شد، انگار که الان یهو هر کی از اینجوری داره میگه سوبراست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بچه با خودم نارنگی هم آوردم، لاین برم بسته‌های آنلاین شاپ رو بگیرم. شارژم 20%، چقدر امروز همیشه به هم ریخته است. بسته‌های آنلاین شاپ رو بگیرم، مدرسه برم پاش شالین رو بگیرم، بعد برم فرودگاه فرشاد جانم رو بگیرم، بعد بریم ببینیم کادو برام چی آورده برای شما فیلم بگیرم. فقط طبقه ما کارچی امن امان. رفتم
رفتم مخابرات یه جوری هم مثل اداره پست ساختمونه، یعنی بسایی که تو آنلاین شاپ بچه سفارش میدن میان. چند تا تو اینه، یه 3-4 تا اینجاست. اینا رو بگیرم. اومدم مدرسه بچه‌ها رو بگیرم. ترافیک همیشه وقتی تعطیل میشن جلو در مدرسه‌شون ترافیک. این تیکر نگاه کنین خیلی جای باحالیه. فقط با اسکوتر میشه رفت و پیاده، یعنی با چیزی مثلا موتور و اینا نمیشه رفت. جایی که فقط مخصوص اسکوتریه. ترافیکه عجله دارم 4 دقیقه از 4 بعد اینجا میمیرم. اینقدرم قور میزنن به خصوص پاشه. حالا بهتون میگم خودتون ببین. بچه‌ها معلمشون انقدر دیر شده بود، معلمشون بچه رو آورد تو ماشین. اینم پاشه باشنی. سلام قرار برم آیپدم. الان چیکار قرار کنیم؟ میریم بابا فرودگاه بیاری. چی این کجا داریم میگی؟ آسمونه؟ منو برم. بچه آسمون خیلی میشه خوب اگه بدونیم. سلام. چی بود؟ امروز اگه بدونید چی شد؟ درس 4 ما یه جوری بارون اومد، همه بارون اومد تو کلاس ما. در پنجره باز بود. بعد درس بعدی آفتاب میزد که ما مردیم رفتیم چیز. آره دیدی چه جوری هوا آفتاب بارون آقا. اول آفتابه، بعدش بارون. بعد معلم انگلیسیمون میگه چرا رنگین کمون نشد. آره دیگه دقیقاً با رنگین کمون میشه وقتی این همه آفتاب و بارون و اینا میشه. داریم میریم فرودگاه فرشاد بیاریم. چه احساسی داری؟ دلت برای بابا تنگ شده یا دلت برای آیپد تنگ شده؟ آیپدمون ندیدم که الان اگه بابا بدون آیپد بیاد عصبانی میشی؟ پاشا تو چی؟ چرا اینو گفتی؟ یعنی الان فرشاد یادش رفته بیاره، دست دوستش رفت مونده، ولی من برم برات میارم. واقعا؟ نه شوخی کردم. تو چقدر نمک شالی یه لحظه هنگ کردی. یه لحظه هم نزدیک خودت گفتی به من چرا منو شوخی نمی‌کنی با من توی ولاگا؟ یادته تو بودی یا تو یکی همینجوری دیگه آدم خوشش نمیاد. پرانک هم بود دیگه. پرانک بعد کلا برای یه ویدیو. خب الان این پرانکه، ما کلا آیپدی وجود نداره. ها 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 ها.